یک لحظه با من بیا. با کجا؟ بیا گفتم. چه کار کردی؟ نقل کن. گپ زن. چی کار کردی؟ بگو. چی نیرنگ ها رو انجام دادی؟ بگو. بگو. با او چیزی نکن. گفتی این چیز. کامل، من همش را اصلاح کردم. التماس من از این مرد روی. برای کشتن قادر با آرهن فشار آوردی، تهدید کردی، پول دادی. گپ زن. نکردم. التماس بیا من از این مرد رویم، با ما احتیاج دارد. کوشش کردی قادر از اون کت نخیزد. همین طور میخواستی فرزندم بمیرد. خواستی که فرزندم را بکشی. گپ زن. برادری من پرقوت است خلای نیلگون. اگر از زمین در رو روان برایت حیران نشو. حالا میبینی که نرکوزم نگرفته است. یگم خبر هست؟ نیست. تو حال انتظاریم. یگم خبر هست؟ آخر 1 ساعت گذشت. همش طبق نقشه جریان دارد. خاطر نباشید. این گونه جراحی ها طول میکشند. با من نگاه کن. گپ زن. فهمان. کامل، با من نقل کن. گپ زن. چی کردی؟ کامل، عقلم در جایش نبود. آیا نمیبینی که چی مشکلی داریم؟ دیوانه شدم. روزهای آخر حادثه های شده غیر عادی است، ولی عقلم در جایش نبود. خواستم که بمیرد و این چنین مادرش هم. خواستم که به حیات پیشینه خود برگردیم. کوشش کردم اما موفق نشدم. برای آن که من چنین انسان نیستم. مرا تو دیوانه کردی. تو برای کشتن فرزندی من مشغول شدی. برای کشتن آن جوان که برای زنده ماندن مرد جراحی شده ایستاده است. فرزندم نگو اون حرامی را. تو یک پسر داری، وای هم باشد مرد. قادر فرزندی من است. قادر فرزندی من است. مرد هم فرزندی من است. حسرت دختری من چیچکم. همه‌شون فرزندانی من. از هم دیگر فرق ندارن. آنها فرزندانی منند. با آنها اگر ضرر رسد از تو میبینم. اگر آزار دهی جانت را میگیرم. الو، روز بخیر. من چیچکی پکچی، دختری کمالی پکچی. با تلفن مادرم به تماس برآمده نتوانستم. از اول یکم با خبر شدن خواستم. سلام خانم چیچک. جراحی ادامه دارد. همین که انجام یافت دکترها معلومات میدهند. فهمیدم اما نفری که به اکم گردش رو میدهد نامش چی بود؟ احوالش خوب است؟ نام دونر قادر کایالار. چه خیلی که گفتم حالا جراحی ادامه دارد. با آخر که رسید نتیجهش رو میفهمید خانم. تشکر. روزتان بخیر. سلامت باشید. این جوان رفیق مکتبی اکم همین خیلی؟ باری دیگر به قادر و حسرت نزدیک نشو. با آنها عموما صحبت نکن. به حجرهشان نمیدروی و به نزدشان هم نمیروی. اگر آنها پیش پا خورده غلطند، من این رو از تو میبینم. شنیدی؟ همش رو از تو میبینم. گناهکاری این همه منم. تو یگان گناه نداری. تو کمی درک کن که ما عذاب گناهایی کرده را میکشیم. دعا کن که به قادر چیزی نشده باشد. این موضوع در اینجا پوشیده نخواهد شد سوزن. سببکار این همه تو میباشی. مرا فریب کردی. نه، اون جوان دروغ گفت از یلدا. آیا این طور می شود؟ جناب کمال در 2 حیات این طور نمی کند. ناممکن است. برای چی دروغ میگوید؟ تو در خانه آمده است.
گفت که من پسری جناب کمالم. انیق را از زدن برای جراحی مرد جیغ زدند. آیا این طور می شود دخترم؟ ما تا این وقت این آدم را نشناخته ایم. ما یک سو اگر ما نشناخته باشیم اینقدر سال گذشته است، مگر خانم سوزن خبردار نمیشد؟ شاید فهمیده باشد اما سیر را فاش نکرده است. بین سفسطه نخوان. خانم سوزن را نمیشناسی. اگر خانم سوزن این چیز را میدونست جناب کمال و این اویله رو زنده میمون مگر؟ ندانم مادر، من چیزی شنیدم رو گفتم. چرا خشمگین میشوید؟ دمتان را گیرید. دیگر موضوع غیبت کردن را نیافتید. دروغ بوده است. اکم قادر کایالار گفتنی رفیق نداشته است. حیرانم برای چی دروغ گفتن؟ این جوان کی باشد؟ اگر در این خانه بار دیگر بحث این موضوع را شنوم، همان خودتان را در نزد دروازه میبینید. از امروز اعتباراً تا قبر خاموش میشوید. فهمیدی آمینه؟ فهمیدم خانم مجیدی. چیچک یا دیگر کس چون این سفسطه را از یگان توی شما نشنود. مرا فهمیدید؟ فهمیدم. خانم مجیدی مادر اصل به من شرح ندهید. گفته هایم را اجرا کنید بس است. بیبی جان، بیبی جان شما در کجایید؟ چیچک بیبی جان من شما را جستجو داشتم. آمدم دخترم. چی شد؟ در بیمارخانه آن جوانی رو دیده بودیم کو. کدام جوان؟ رفیق مکتبی اکم رو گفته بودن، نامش قادر کایالار. چی شده است؟ اکم چونین رفیق نداشته است. من هم او را نمیشناسم. آخر او با اکم گردهش رو میدهد. او کی باشد؟ چیچک بینم دلم زیق است. باز تو مرا زیق نکن. بیبی جان این جوان با ما یگان خیش نمی شود. جوان از زدن آمد. آخر چه خیلی گردهش موافق آمد. از این بر می آید که پدرم برای همین به عدن سفر کرده است. چیچک تو فکر اینها را نکن.